حیوانات. برخی از حیوانات برای زنده ماندن در طبیعت از برق استفاده می‌کنند. برخی از آنها از الکتریسیته برای تشخیص اشیاء اطراف خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از برق برای دفع شکارچیان یا حتی شکار برای غذا استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین حیوانات الکتریکی، مارماهی الکتریکی است. مارماهی برقی می‌تواند مقدار زیادی برق تولید کند، به اندازه‌ای که حتی یک انسان را بکشد یا یک اسب بزرگ را بیهوش کند. هر بار که ما یک عضله را حرکت می‌دهیم، این نتیجه یک سیگنال الکتریکی است که از مغز ما به ماهیچه‌های ما ارسال می‌شود و به آنها می‌گوید حرکت کنند. ما در واقع یک سیستم پیچیده از اعصاب در سراسر بدن خود داریم که از سیگنال‌های الکتریکی برای کنترل هر کاری که انجام می‌دهیم استفاده می‌کنند.